ببینید دوستای عزیز، هیچ وقت دعوا نکنید که مثلا همین تمدن فقط مسلمان‌ها تمدن ساختن یا غیر مسلمان‌ها تمدن ساختن. این گپ خطا است. تمدن هم مثل یک آفتابی است که از یک جا به یک جای رخت می‌بندد، از قوم به قوم می‌رود تمدن. این مثلا تمدن اسلامی که هست، ببینید اینجا وقتی که این کتاب‌ها ترجمه شدن تو مسلمان‌ها اونها رو عملاً تطبیق کردن، یک جهش در علم بشریت شد که تمام بشریت از اون استفاده برد. این نه تنها خود مسلمان‌ها. بنابراین مسلمان‌ها از دیگران استفاده بردن، دیگران اومدن از مسلمان‌ها استفاده بردن. این تمدن همه خیلی است. پیامبر هیچ وقت دعوا نکردن که فقط من مثلا نیکی‌های آوردم، بلکه حدیثشون میگه که بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من آمدم تا اینکه مکارم اخلاق رو پره کنم و تمام کنم، پرتر کنم. دیدید یعنی که معنیش اینه که پیامبر من اعتراف دارم که پیش از منم مثلا مکارم اخلاق بود، لیکن من آمدم تا اینکه اون رو پره کنم. این چون تمدن اسلامی هم وقتی اومد، ما نمیگیم که از صفر سر کردن مسلمان‌ها، بلکه اون چیزی که اون معلومات‌های بدایی‌ای که اونها داشتن، مثلا پیش از اسلام، چی یونانی‌ها، چی سوریانی‌ها، چی ایرانی‌ها، چی هندوها، اونها بالاش کار کردن، اونها یعنی که اون چیز عملاً تطبیق کردن و بنابراین به یک جهش رسیدن که هیچ کی نرسید، چون که اسلام ترغیب به خوندن می‌کند. اولین آیه قرآن این خوندن است، بخون است. برای وقتی که تطبیق شد، مسلمان‌ها پیش رفتن. وقتی که مسلمان‌ها از بخون دست کشیدن، امتی آخران و امتی پسرین شدن دیگر، از جهت علمی و از جهت مثلا پیشرفت. بنابراین تا مسلمان همین اقرا و بخون رو با که آستین بازی مستحکم نگرد، پیشروی کردن نمی‌تواند. خداوند نگهبان شما تا حلقه آینده و السلام علیکم.